بچه ها امروز اومدیم با ریاضی کلاس اول. نوشته شکل ها را مثل هم بشمار و تعدادشان را بگو. این یه دونه خرچنگ، این هم 2 تا خرچنگ، جمعاً رو هم میشن 2 تا خرچنگ. پس ما اینجا یادمون میمونه میزنیم 2 تا خرچنگ، اینجا 2 می نویسیم. بعد میایم اینجا نگاه میکنیم ببینیم اینجا چند تا ماهی نارنجی و زرد هست. میگیم چجوری بشماریم؟ میگیم 1 2 3 4 و الان اینا 4 تا ماهی هن. چیکار میکنیم؟ مینویسیم 4. خب میریم بعدی. اینا 2 تا ماهی هن. اینا 2 تا ماهی هن. اینا هم 2 تا ماهی دیگه که الان دورشون خط میزنم. این 2 تا ماهی و اینم 1 دونه ماهی. الان چی شد؟ ما این دسته رو پایین کنیم، اینا رو با هم میزنیم. چند تا هن اینا؟ 1 2 3 4 و 5. خب اینا 5 تا ماهی بنفش هستن و اینجا اینو پاک میکنیم میزنیم 5 یا 5 همون 5 خودم. و بله میایم اینجا میگیم عروس های دریایی. این عروس دریایی ها اینجا اصلا میتونیم ما بگیم ها؟ خب نه، چون اینجا 1 دونه عروس دریایی هست. پس ما میایم دور این خط میزنیم مینویسیم 1 و اینو پاک میکنیم. خب اینجا 3 تا ماهی هست. این 3 تا رو ما دورشون خط میزنیم مینویسیم 3. اینجا میزنیم 3 و به همین سادگی اولین صفحه هم حل شد. اینجا داریم میبینیم اینا خرچنگا بودن، اینا ماهی های نارنجی بودن، اینا هم ماهی های بنفش بودن، اینم عروس دریایی بود و اینم ماهی، واسه مثال ماهی تون. اینم ماهی تون. خب میریم بعدی. صفحه بعدی نوشته بشمار و رنگ کن. ببین الان شما میخواید بشمارید که چند تا اینجا مثلث هست. این مثلث رو باید بشمارید دیگه. اول از این مثلث ها شروع میکنیم. چند تا اینجا مثلث هست؟ 1 2 3 4 5. اینجا 5 تا مثلث هست که اینجا داریم میبینیم. اول میایم اونی که اینجا رو میکشیم، 1 دونه مثلث میکشیم. بعد میایم ببینیم مثلث بعدی، میرسیم به مثلث بعدی. اینم مثلث دوم. مثلث دوم هم میکشیم و مثلث سوم را اینجا ما داریم، یه مثلث دیگه میکشیم و مثلث چهارم. مثلث چهارم هم میکشیم و اینجا مثلث پنجم. مثلث پنجم هم میکشیم. ما الان اینجا 5 تا مثلث داریم. 1 2 3 4 5 با شکل کشیدم. دوباره نگاه کنید. 1 2
3 4 5. این شد 5 تا شکل، حالا میتونیم بگیم خط. 5 تا خط شد. و آره دیگه 5 تا خط شد. خب اینجا گفته چند تا مربع داریم. اینجا یه دونه مربع، 2 تا مربع، 3 تا مربع. یه دونه، 2 تا، 3 تا. خب حالا اول میایم این اولیه رو که اینجا رو رنگ میکنیم. میگیم یه دونه مربع، یه دونه مربع. حالا میایم این مربع اینو که انجام دادیم خطش میزنیم. مربع دوم، مربع دوم رو دوباره میایم همینجوری اینجا یه دونه مربع دیگه میزنیم و اینم الان خطش میزنیم و مونده فقط این آخریه. اینم میایم خطش میزنیم اینجا دوباره یه مربع میزنیم. الان شد 3 تا مربع. الان اینجا 3 تا مربع داریم ما. بله. خب و گفته دایره ها رو بیاید انجام بدید که چند تا هست. ببین اینجا یه دونه دایره داریم، 2 تا دایره داریم، 3 تا دایره داریم، 4 تا دایره داریم. اول میایم دایره اول رو ما میکشیم اینجا. بعدم دایره دوم دوباره میایم میکشیم اینجا و بعد دایره سوم اینجا میکشیم. دایره چهارم اینجا و تموم. این هم شد این یکی دایره ها. و الان گفته اینا چند تا هن؟ اینا الان چند تا هن؟ خب فقط یه دونه ما از این داریم. پس برای این که کارو بتونیم درست انجام بدیم، درست در بیاد، میایم اینجا اینو اینجوری میکنیم که اذیتمون نکنه. میایم اینجا یالا اینو پاک. اینجا یه دونه 6 ضلعی میکشیم. من 5 ضلعی میکشیمش. ببخشید. اینجا یه دونه 5 ضلعی میکشیم. این حالا واسه مثال ما یه دونه دایره جای این میکشیم. 2 تا دایره داخل هم. الان کل این شکلا با هم کشیده شدن. خب بریم صفحه بعدی. نوشته مانند نمونه الگوی شکل ها را با رنگ کردن خانه ها نشان بدید. ببین من از اونجا که خودم کلاس 4 هستم قشنگ همه اینا رو یادم هست. خب ببینید اینجا اینا رو قرینه که نه مثل نمونه کشیده. الان این سبزا واسه مثال لیوانن. یه لیوان اینجا میکشیم، 2 لیوان اینجا میکشیم، بعد میایم حالا چون من یه صورتی بندم 3 لیوان اینجا میکشیم، 4 لیوان اینجا میکشیم و دوباره میریم رو سبز 1 لیوان، 2 لیوان، 2 لیوان و دوباره میریم روی صورتی. حالا من بنفش را داشتم چون دیگه دم دستم نبود. بعد 1 لیوان، 2 لیوان. اینا شدن لیوانای ما که قرینن. و حالا زده قوری آب قرمز. خب این یه قوری. حالا واسه یه مثال ما این شکل قوری رو میکشیم. 2 قوری،
میایم قرمز میکنیم، یه شکل معمولی میکشیم مثل قوری، 3 قوری. بعد دوباره آبی میکنیم، 4 قوری، 5 قوری. و دوباره میایم قرمزش میکنیم، میزنیم 1 قوری. خب چند تا شدن الان؟ چند تا قرمز، چند تا آبی. میایم اینجا این قرمزا رو به هم متصل میکنیم. اینا با هم چند تا شدن 2 تا. الان این 2 تا با هم میشن 2 تا. و حالا میریم رو آبیا. این آبیا رو به هم متصل میکنیم. خب اینا چند تا آبی شدن؟ اینجا جمعشون میکنیم، میگیم 1 به علاوه 1 به علاوه به علاوه 1 به علاوه 1. ما اینجا 4 تا 1 داریم. این 1 واسه مثال قوریار ما رنگ بود. 1 2 1 3 1 و 4 1. الان اینجا ما 4 تا 1 داریم. ببین 1 2 3 و 4. حالا میایم اینجا مساوی میزنیم. 1 به علاوه 1 میشه چند؟ میشه 2. 1 با 1 میشه 2. و الان میاد میگید 1 با 1 میشه 2. پس 2 به علاوه 2 چند میشه؟ 2 به علاوه 2 میشه 4. آفرین. خب ما میایم اینجا جواب رو میزنیم 4. این الان حاصل ماست یا جواب ماست. و اینجا معلوم میشه که این چند تا قوری آبی داریم و چند تا قوری قرمز. خب حالا اگه گفتید 1 به علاوه 1 میشه چند؟ بله میشه 2. خب ببین الان ما این 2 تا رو قرمزا رو به هم متصل کنیم، اینا به علاوه هم میشن دیگه. این به علاوه هم میشه 1 به علاوه 1 مساوی 1 به علاوه 1. یادتونه گفتم چند؟ گفتم 2. حالا اینجا ما یه 2 قرمز میذاریم دورش، یه حالا هر شکلی که خواستید، اگه خواستم نکشید میکشیم. و بله همین جوری میریم تا صفحه بعدی. خب میایم پایین. نوشته چی نوشته؟ ببین نوشته دور دسته خط بکش که 1 الگو دارد و به همان ترتیب شکل را رنگ کن. الان ببین شما میخواید اینو رنگ کنید. ببین الان ما اینجا چند تا ماهی داریم؟ 1 دونه، 2 دونه، 3 دونه، 4 دونه. خب 4 دونه، 5 دونه و 6 دونه. خب 6 دونه 3 به علاوه 3 میشه 6. خب ما الان میایم اینجا نگاه میکنیم، ببینیم 1 2 3 تا ماهی نارنجی داریم و 2 تا و 3 تا بنفش. ببین حالا من نارنجی نمیکشم، 1 دونه نارنجی، 2 تا نارنجی، 3 تا نارنجی. حالا بنفشا 1 دونه، 2 تا و 3 تا. حالا میگه بیایید اینا رو قرینه رنگ کنید. میگه که قرینه رنگ کنید دیگه. آره شما میاید اینجا یه حسابی میکنید، میگید ما اون شکلی که میخوایم مخط میزنیم، همون دسته رو تشکیل میدیم. یعنی ما الان نمیتونیم دور اینو خط بزنیم ولی اینو حل کنیم. این اتفاق نمیتونه بیفته و اینجوری یه اتفاق بدی میفته و معلمتون ناراحت میشه که مثلا تمرین رو اشتباه انجام دادیم.
ما برای اینکه اینا رو شمردیم اینا رو میخوایم دلخواه ها، هر جوری خودتون بخواید اون خودتون میتونید انتخاب کنید. خب میایم اینجا بنفش رو برمیداریم، میگیم یه دونه اینجا بنفش داریم رنگش میکنیم، میگیم بعدش یه دونه نارنجی داریم اینو رنگش میکنیم، بعد دوباره جلوش یه بنفش داریم جلوش دو بنفش داریم، بعد میگیم اینجا دوباره ما دو تا نارنجی داریم، من زد میکشم یک و اینجا شکلمون رفت. یادتونه چیکار کردیم؟ اینجا دو تا نارنجی داریم، دوباره یه دونه بنفش، دو دونه بنفش و دوباره یه دونه زرد، یه دونه بنفش. اینجوری ما اینو حل کردیم. اینم شد دسته ما. خب الان ما میایم اینجا رو همینجوری که گفته حل کنید برای اینکه راحت تر باشید و یاد بگیرید اینو خودتون حل کنید. الان خودتون حل کنید، بعدش بیایید جوابو الان ببینید. خب نگاه کنید، ما اینجا ما دور این خط میکشیم، دور این یه نه خط میکشیم 6. خب الان اینجا بازم ما 6 تا شکل داریم، شکل ماهی. میایم اینجا میگیم اینجا 2 تا آبی داره، ما این 2 تای اولو آبی میکنیم. خب بعد یه دونه قرمز داره، این قرمزه رو ما میایم قرمز میکنیم. بعد گفته دوباره آبی داره، ما دوباره اینجا رو آبی میکنیم و بعد گفته قرمز داره، ما دوباره اینجا رو قرمز میکنیم. اینجا هم باز آبی داره، باز ما آبی میکنیم. خب میریم صفحه بعدی. ما تا صفحه 5 اومدیم، صفحه 6 تمومش میکنیم این ویدیو رو. خب نوشته با ابزار کار کن. نوشته دسته هایی را که تعداد شکل هایشان مثل هم است با خطکش به هم وصل کنید. حالا معذرت از این که با خطکش وصل کنید، شما با خطکش وصل کنید، ولی من چون با گوشی دارم این ویدیو رو میگیرم خطکش ندارم، چون گوشی خطکش نداره. خب چی کار باید بکنید؟ الان شما داخل چیز مربوط به همو نمیتونید به هم وصل کنید، چون گفته تعدادهاشون باید وصل بشه. الان این 4 تاست، این 4 تاست و اینم 4 تاست. هیچ نشید بیاید شیر رو مثلا به لیوان وصل کنید که بگید دو تا شیر رو داخل لیوان میریزیم. اینجوری نیست، تو شما شیر رو باید به لیوان وصل کنید، ولی به نیت این که بخوای شیر رو داخل لیوان بریزید نه، به نیت این که دوتاشون یه شکل دارن. خب الان ما باید این سیبا رو به هم وصلشون کنیم، سیب و به پرتقال. خب حالا یه چیزی رو که تکیه باید به یه تکیه دیگه وصل کنیم، یعنی تخم مرغ رو وصل کنیم به لیوان. خب حالا یه رنگ دیگه برمیداریم و قاشق ها را به چنگال ها وصل کنیم و یه کار آخری مونده که اونم ساده میشه، چون الان همه چیزان ما وصل کردیم بجز این دوتا، بجز این و این. یعنی این دوتا الان هنوز چیزن دیگه، این دوتا هنوز تنها هن. ولی دیگه قصه نخورید، چون اینجا ما میایم کمک میکنیم و اینا رو تنها نمیذاریم. میایم اینجا رنگ سیاه رو برمیداریم
و این دوتا رو به هم وصل میکنیم و اینم از صفحه بعدی. خب ممنونم که تا اینجا وایسادید. ما تا صفحه 6 کار کردیم. خب ممنونم که اینجا فیلم آموزشی ما رو دیدید. چند روز دیگه صفحه بعدی هم تدریس میدیم. اگر کم متوجه شدید چیزهایی که من میگم و از روش آموزش ناراحتید و دوست ندارین این روش رو، برام داخل کامنت ها بنویسید. همه کامنت ها رو جواب میدم. ممنون. خدا نگهدار.